اینان در مورخه مشخص اقدام به درگیری، عربده کشی، تخریب خودرو و اموال خصوصی مردم در پارک طالقانی نمودند که توسط پلیس تهران در کمتر از 72 ساعت دستگیر شدند. این باشد درسی برای کسانی که در این مسیر قرار میگیرند انشاءالله متنبه شده باشند. نادر افغانی کدومشونه نادر بگو به مردم اشتباه کردی. بلند نزنش. بیا این بلندگو رو بده جلوش، بگو غلط کردی. نمیشه. غلط کردم آقا. نشنیدم. غلط کردم. گوه خوردم. غلط. محمد ترکیه گرفته بودن این چیه میگم؟ گوه سر هم به طور متوالی